فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات عمر فاروق. عاقلان دانند که عمر است، آن که میگویی تو مردی دیگر است. جوهرم از گوهر پاکم نوشت، لایق وصفم در اینجا عمر است. عمر ما قاتل و غاصب نبود، آنچه میکاری درختی بیبر است. آنکه با علم و کتابش میزند افترا، عالم نباشد استر است. رو تو دیوانهای پیشین را ببین، آنچه میخوانی تو دور از باور است. تو ببین وصفش نمی گنجد به خط، بر رسالاتت که چون برگ خر است. دفترت کز که بود خورد خران، خط کذب است این که گوید دفتر است. آنکه گفتن امهات المؤمنین، تو نمیدانی که از او دختر است. من محب چاریار مصطفی، حب من افزون ز تو بر حیدر است. حب من با حیدرم از عمق جان، حب تو چون پیرهن اندر بر است. هر کس از تاریخ کذبی گویدت، شاید او خود فاسقی دامنتر است. نسبتش را با علی دانم شنو، ام کلثوم علیش همسر است. حرف من در دیده ها باید نوشت، گر کسی را ذره عقلی در سر است. مرکب جهلت مران، منظور من آنچه بالا می رویزان منبر است. گر تو بدگویی بگویش، کار تو روز عقبی با خدای داور است. خود علی جان گفته اندر نهج خود، من نمیخواهم زبانی که شر است. هرچه میگویم تو حاشا میکنی، هرچه میگویم تو حاشا میکنی. همچو یاسینی که در گوش خر است. شعر من اندر مذاق عاشقش، با حلاوت تر ز شیر و شکر است. از غبار بینی اسب عمر، مفتری نامسلمان کمتر است. نسبتش با من چه می باشد بلی، دلبری که دلبر است.